آیه نوری من عذرخواهی میکنم. آقا خسته نباش. خوبین؟ این مربیتون الان اصرار داره میگه you must tell the feeling تو باید بگی. ما نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم ولی نیمه دوم که شروع شد متأسفانه نمیدونم گیج می‌خوردم. سرگیجه گرفتم بازیکن هادی نوروزی الان اینجاست. اصلا رخکنتون بو بیمارستان میده. قبول داری؟ والا نمیدونم این چی شد هنوز. من اصلا نمیدونستم گل خوردیم. به آقای ابراهیمی بود به کی بود گفتم چندی میگفت 2-0. میخندید خدا شاهده. اصلا نمیدونم تعویض کی شد. سوت پایانی کی زدن. از کی یه شوت زدم. نیمه دوم که شروع شد رفتم تو. اصلا احساس کردم دارم یه بدنم اصلا حالت داره خارج میشه. و اصلا 45 دقیقه انگار یه دقیقه واسه من گذشت. هیچی نمیدونم از 45 دقیقه نیمه دوم هیچی نمیدونم. که اومدم بیرون یه شوت میدونم زدم. گلا رو اصلا ندیدم. اصلا نمیدونم تعویضا جای کی اومدن چه پستی. من چه پستی بازی کردم. خیلی دوست دارم برم ببینم چیکار کردم. حالا فکر می‌کنی دلیلش چیزی غیر عادیه این قضیه؟ این چیزی که خوردین نمیدونم چی بهمون دادم. والا بازی که میتونستیم ببریم. شرایط تیم انقدر خوب انقدر بچه‌ها خوب بازی کردن. حالا یه بازی هم خوب بازی می‌کنیم متاسفانه. حالا فکر می‌کنی از چیز خاص چیزی بوده که خوردیم؟ والا خوردیم که همه با هم خوردیم دیگه چیز اضافی نخوردیم. الان هادی نوروزی نمیدونم چرا وضعیتش تو من از هادی هم بپرسم. در حال که نه ما سرگیجه داریم. حالت عادی رو نداریم نمیدونم چرا. برای چی الان محمد نوری میگه مثلا نمیدونم نیمه دوم مثلا چی شد چند والا همه بچه‌ها تقریبا همینجوری بودیم مثلا انگار تو زمین نبودیم. همینجور اهمیت بازی رو انگار اصلا هیچی. اگه تو بازی بودم فقط یک دو تا توپ اومد دستم پاس دادم و الان اصلا تو حال هوای بازی نبود. از کی این حس به دست داد؟ ما نیمه اول خوب بودیم ولی خب بین نیمه اومدید چیزی خوردید نمیدونم کارا. نه بین نیمه هم چیزی نخوردیم. چرا اینجوری شد یهویی منو نمیدونم. سرگیجه داشت. سرگیجه شدید داره. حتی مثلا دیگه نتونی ادامه بدی. یعنی میثم چی که اصلا نتونست دیگه ادامه بده. واقعا نشست. ما حالا با همون سرگیجه خود ادامه دادیم ولی دیگه آخر بازی دیگه کم آوردیم. اومدیم تو رخکن دیگه افتادیم. حالا دلیلش رو نمیدونیم چی بوده. یه مقدار عجیب بود. شما نیمه اول فوتبال خوبی بازی کردیم همه سرحال بودیم بازیکن‌ها ولی موقعی که وارد زمین شدیم برای نیمه دوم من خودم به شخصه مثلا یه حالی داشتم تو این چند سالی که فوتبال بازی کردم تا حالا همچین حالی نداشتم. حالا تو این زمین اصفهان من 7-8 بار اومدم 90 دقیقه بازی کردم ولی یه احساس سرگیجه بدنم اصلا تعادل نداشت. هیچ حتی توپ گرفتم نزدیک بخورم زمین اصلا نمیدونم چرا علتش چی بود. همون شروع بازی نیمه دوم و دو سه تا از بازیکنان دیگه اونم همین حالا یکی که اصلا سوش رفت نمیدونم حالا دلیلش چی بود. دفاعیتون اصلا آره ما هر سه تامون همین حالت بهمون دست داد نمیدونم به خاطر چی بود. که خیلی چیز خیلی غیر طبیعی بود. اصلا همین چیزی تا حالا برای من تو فوتبال به وجود نیومده بود و شاید من خیلی از صحنه‌های بازی که اون نیمه دوم بازی کردم یادم نمیاد. آره محمد نوری هم میگم اصلا یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد. نمیدونم دلیل آب معدنی خورد. نمیدونم اصلا این ایزو استار هم چیزایی که دکترای تیم تهیه میکنن ولی میگم مثلا تا حالا یه همچین حالتی رو هیچ وقت بهش دست پیدا نکرده بودم ولی متاسفانه باعث شد که اصلا از زمین بیام بیرون چون اصلا نه بدنم تعادل داشت نه اصلا میتونستم به تیم کمک کنم. یعنی در حالت طبیعی نبودم خلاصه. قبول قضیه کاملا غیر طبیعیه. 100% من میگم اصلا یه همچین اتفاقی اونم تو دقیقه 5 نیمه دوم خیلی عجیب و غریب بود. من خیلی از صحنه‌ها رو اصلا یادم نمیاد. بعد مثلا بدنم تعادل نداشت. دو سه بار توپو کنترل کردم نزدیک بخورم زمین. O Nuri pensou que andava a jogar basquetebol. O Nuri gostava de basquetebol bozim می‌کردم. آره میگه یادم نبود. O que é que coincidência, 3 jogadores no meio campo e o guarda-redes. E agora عادیه سه تا بازیکن وسط توی پست وسط زمین. الان هادی. O Moça está assim, Shahab está assim. شاو همینطوری شده بود. Até o nosso fotógrafo está assim. عکاسمون هم داره میفته. Shirini está assim. آقای شیرینی. سرپرست تیمتونم و عکاس تیمتونم حالشون خوب نیست. Deram onde foi, não sei. Se foi aqui, بهشون دادن. اینجا شده هتل شده معلوم نیست. Alguém meteu alguma coisa na comida ou na bebida. قدشون ریخته باشن. نوشیدنیشون تو قدش من. Não é normal. تیم اول آقا مهدی دیدید
تعادل نداشت، عادی نبود نیمه اولم. O Nuri é o exemplo flagrante, a primeira parte fez e a segunda parte, logo no محمد início. نوری نیمه اول خیلی خوب بود، عالی بود. نیمه دومش نگاه کن چه O جوری شد. Médico caiu de costas para trás sozinho, completamente desamparado. tá? مرتبه Sem که نیمه reação, دوم sem coisa nenhuma. داشت افتاد، اومد بیرون داشت یعنی می‌افتاد. فکر می‌کنن که مشکلی توی غذایی که خوردن یا نوشیدنی که خوردن وجود داشته، چون حالا این مشکل میگم که خیلی داره غیر ورزشی، فکر کنم شرلوک هولمز احتیاج داریم بفهمیم چی شده. Tá, acho que está precisando encher o Holmes para ver o que aconteceu isso, porque de repente tomaram como deram, jogaram comida com isso. Foi, não sei. Agora que foi, vai lá dentro que o Mason está lá, a mesma coisa, o jogador caiu sozinho. بقیه بازیکن نمی‌تونن Foi, چرا não sei, mas que deram alguma coisa aos jogadores, deram. شیشه رو نمیدونم، شاید هم اسمشون داده باشن خورده باشن نمیدونم. وسط بازی سرم گیج رفت، همه رو 3-4 نفره میدیدم، هر تک نفر 3 نفره میدیدم، یه نفر اینجوری. حسن هم جان عزیزاده از چه دقیقه‌ای به بعد حالت حس کردی که اول نیمه دوم. شما اول نیمه دوم، محمد نوری و مهدی مدوی میگن اول نیمه دوم. ما از اون موقع خب نیمه اول اوکی بودی، مشکل نبود. آره این دویدیم خوبم بازی می‌کردیم. الان سرگیجه و سردرد ندارین. محمد نوری که میگه اصلا من اتفاقای نیمه دوم یادم نمیاد. آره بیشتر من فقط اینو فهمیدم که آوردن تو دیگه تموم شد، فقیه رو نفر تو راه چه مسیری اومد، الان نمیدونم کجام. یعنی حالت تو خودم نبودم منم. که کی تعویض شدی، اصلا کی اومدی بیرون؟ بله. اصلا اینا یاد نمیومد. اصلا. فکر کنید برای چی این اتفاق افتاد؟ دو تا چون که بین نیمه اول نیمه دوم بوده چیزی خوردین، نمیدونم چیزی نه من فقط آب خوردیم، هیچ چیز خاصی نخوردیم. تو بازی رفتیم اول بازی 2 توپ دادیم آمتی دیگه میگه که من سرم گیج میره. سرم گیج میره چه؟ با سر همون تنه که گل خوردی، گل اولو توپ زیر پای آمتی استوب کرد، توپ زد تو گل. ما هی آمتی اصلا تو این فضا نبود. بهش میگم آمتی توپش شوت بزن یا ولش کن، چه استوب کرد یا رو زد تو گل. رسید به کلاکه زد. آره. بعد دیگه آمتی که گذشت، دیدم 3 دقیقه بعد محمد نوری میگه محسن دقیقه چنده؟ میگه محسن دقیقه چنده؟ میگم دقیقه چنده چیه؟ محمد تو هم نمیبینی؟ گفت به جان بچه‌م من اصلا دور و برم نمیبینم. تمام بری بازی بکن، بازی محکم در بیاری، این بازی شانسمونه. بعد هیچی دیگه متاسفانه یه دفعه محمد افتاد تو زمین. نوری میگم اصلا یادم نمیاد شوت زدم گل خوردم. آمتی که رفت بیرون، محمد افتاد تو زمین، دیدیم به میثم توپ میدیم. میثم توپ اصلا گیج میکنه. یه جو سجل هم حتی سرش داد زد. گفت چیکار میکنی وسط زمین؟ اصلا گیج میزنه. به نظر من اصلا چیز طبیعی اینجا نیست. خیلی غیر عادی. من 8 سال اینجا بودم. روزایی بود که 2 ماه تمرین نداشتم، میومدم اینجا مسابقه رسمی میدادم، جام باشگاه آسیا بازی کردم بدون تمرین. برای بدن و آب و هوا و این چیزا نیستش. به نظر من یه مسئله غیر طبیعیه. حالا نمیدونم دکترها باید بگن یا آبامون مشکل داشت که خوردیم بین دو نیمه. چون بین دو نیمه هم مشکل. پس تو میگی که این قضیه که حالا ممکنه سرها بعد یا آبامون یا معلولاتی که بهمون دادن مشکل داره، یا اینکه بیرون زمینم آقایون زحمتش کردن که باب جادوگر مادوگر اینا باب دیگه. حتما آقایون جادوگرا اومدن یه زمین شخم می‌زدن رفتن. امروز یا میگم آبامون مسموم بوده، یا ایزوسترا مسموم بوده، یا بیرون زمین آقایون جادوگرا میان زحمت کشیدن دیشب تو من یه شخم می‌زدن اینجا. چی نظر میتونه بفهمه چی بوده داستان؟ شرلوک هولمز بود. پوارو احتمالاً میتونه چیزی. چیه داستانه بچه‌ها پرس؟ والا من که نمیدونم، خب باید پزشک تشخیص اینجا الان دوستانی که هستن هیچ کدوم تشخیص شما امدادیگر هستین؟ کسی تشخیص نمیتونه بده، چون گفتم من به دوستاتونم مشکلی از لحاظ فشاری ندارم. چیزی که خوردن همه یه شکل یه جور خوردن. ما هم شاید بگیم شاید عصبی به قول آقای گنج. اعصاب تیم که یهویی همه به هم نمیریزه، بازیکن یادش بره که گل خورده. خب ببینید علائم هر چیزی علائمی داره. اگر ایشون افت فشار داشت، فشارش پایین بود، مثلا گفتیم حالا شاید دما بدن فشار همه چیز وقتی نرماله یه چیزی شما الان ایشونو کلا نرمال می‌بینی؟ من واقعا نگفتم که نمیشه که. خب ببین شاید من نمیدونم این چیزی که شما میگی نمیشه که هر چیز باید یه علائمی داشته باشه. میشه وقتی فشارش توی جمعیت تعداد آدمی یه مشکلی براشون پیش میاد، حتما یه چیزی خوردن مشترک. خب شاید مشترک. ما هم گفتیم پزشکشون که میگن نه چیزی مشترک نخوره. این رخکنتون شده بیمارستان دیگه تقریبا. اصلا سرم بیمارستان میده درسته؟ ما همیشه همین حالت داشتیم. نمیدونم از آقای محمد نوری شروع شد، گفت چرا سرگیجم رفتیم بالا سرش، گفت اصلا نمیتونم تعادلمو حفظ کنم.
یه مقدار ایستادیم چون سه تا تعویض اونم انجام داده بودیم. ازشون خواستم اگه نمیتونن ادامه ندن، اصلا بازی با 10 نفره گفتن نه یکم بهتر شده، یه مقدار مایعات و مواد شیرین و قندی و ایزوستار بهشون دادن، بهتر شدن رفتن داخل. بعد چند دقیقه بعد باز آقای نقی‌زاده اینجوری شدن. باز این حالت که دیگه ایشون نتونستن ادامه بدن، اجازه ندادیم ادامه بدن. در این حالی که آقای مدوی که تعویض شد اومد گفت منم سنگینم، یه مقدار سرم گیج میره. مثلا محمد نوری الان مثلا آقای چشم سری دوره به ما میگه اصلا من یادم نمیاد اتفاقا. درسته، دقیقاً همین یه چنین حالتی ایجاد شد که الان من بچه‌ها اورژانس هم خواستیم، همه رو چک کردیم مرتب، تمام فشارها همه چی نرماله، هیچ گونه علائم گوارشی ندارن. این یه واژه من واقعا واژه دیگه بزنم نمیرسه، میگن چیز خور کردن مثلا یه تیمو. ممکنه یه چیز مشترکی، یعنی حالا یه نوشیدنی یه غذای مشترکی خوردن. غذای مشترک همه خوردن. الان ببینید تمام نوشیدنی چون بین دو نیمه بوده، بین دو نیمه هم تمام همون ایزوستارمون تمام پلم شده است، آبی که ما میگیریم پلم شده است. بچهای خودمون درست میکنن، کسی درست نمیکنه که خاص. من شخصا خودم چون امروزم یکی از دوستان به من زنگ زد از شبکه اصفهان صحبت میکرد، ظاهرا گفتن که آلودگی این منطقه 4 یا 5 برابر، دقیق حضور ندارم، حتی من گفت ساعت 1 برنامه اصفهان یه بار دیگه نگاه گفتم من ساعت 1 سر نهار بچه‌ها هستم نمیرسم، 4-5 برابر حد استاندارد آلودگی داره. آقای جوزه سرمربی نشون میده علائمشون آلودگی هرشون میده، چیزی ما نمیتونیم براش بگم. با این حال من تمام نمونه آب مصرفیشون که پلم هست، حتی اونی که یکی نوشیدنی رنگی که داره، بله همین رو، هم اینو، هم آبو ساده رو، هم ایزوستاری که پودر هست، همون آب ایزوستاری که درست کردیم، حتی همونی که استفاده کردن و استفاده نکردن همه رو میبریم ان شاء الله تو تهران، من تو آزمایشگاه ان شاء الله حتما به امید خدا علت یابی کنیم. ظاهرا علت مسمومیت گوارشی نیست، بیشتر مسمومیت علت به عبارت آلودگی میتونه. حالا باز با اینها بررسی می‌کنم. یه چیز نادره تو فوتبال، من نمیدونم، ولی خودم دارم سعی میکنم که با مسئولین در فدراسیون تماس بگیرم ببینم مثلا راهکاری چیزی داره، ولی خب دیدید که از اورژانس اومدن زنگم زدن، چند تا ماشین دیگه هم اومده دارن کمک میکنن تکنسین‌هاشون. حالا میگه متاسفانه خود آقای شیرینی هم مشکل پیدا کرده، حالا دیگه نمیدونیم دیگه بعد خدا کمک میکنه حالا این چی میشه. شو داشت این پخش مشکل چی بود؟ کم رنگورتون هم پریده، نمیدونم یه دفعه حالت هوا گرفت، فشارمون هم بازیکناتون هم چه مشکلی پیدا کردن؟ نمیدونم، یه لحظه سرگیجه و شاید هم فشار عصبیه، نمیدونم. فشار عصبی؟ نمیدونم، ولی یه لحظه حالت سرگیجه و حالت تهوع اینا